سلام دوستان عزیز. تو این قطعه انگشت 1 3 تا سیم پایین رو میگیره در نیم پرده 10 و انگشت 3 سیم 1 نیم پرده 12 رو میگیره و 4 تا سیم 4 و 3 و 2 و 1 رو با هم به صدا در میاریم که اگه از تکنیک رینگ استفاده کنیم بهتر، قشنگتر میشه. به محض اینکه این 4 تا سیم رو به صدا در آوردیم، انگشت 3 یه لگاتو میزنیم، یعنی این سیمو در این پرده 12 اینجوری اشاره بهش کنیم یا میکنیم، سیمو پولاف میزنیم، تکنیک لگاتو. و بعدش سیم 2 و 3 به شکل آرپش نواخته میشه. دوباره همینو تکرار میکنیم، یعنی دوبار. بعد میام نیم پرده 6 4 تا سیمو 4 و 3 و 2 و 1 رو میگیریم، انگشت دوم سیم 3 رو میگیره در نیم پرده 7 و انگشت 4 یا 3 سیم 1 نیم پرده 8 رو میگیره. دوباره همون آرپژ رو تکرار میکنیم. در تکرار دومش میتونیم به سیم سوم ضربه نزنیم، یعنی بزنیم انگشت 1 نیم پرده 5 انگشت 2 نیم پرده 6 سیم 1، هر دو سیم 1 هستن. ضربه میزنیم، لگاتو میزنیم، نیم پرده 6 سیم 2 7 سیم 3 3 سیم 3 بلافاصله 2 سیم 3 3 سیم 3 5 سیم 3 3 سیم 2 5 سیم 2 6 سیم 2 3 سیم 1 و 5 سیم 1 و اسلاید میشه دوباره نیم پرده 12. همون آرپژ اول رو تکرار میکنیم.